اگر شما توی بازی رد دد ردمپشن 2 به این تیکه از مپ بازی بیاید، یه دونه خونه یا کلبه وجود داره. اگر جلوتر برید میبینید که یه چیزی منطقی نی، از سقف کلبه دود بلند میشه و اگر وارد کلبه شید میبینید که بله، یه شهاب سنگ صاف خورده وسط این خونه و وسط میز شام این خانواده و همشون کشته شدن. و اگر جلوتر بیاید یه دونه تیکه شهاب سنگ وجود داره که جزو اون 3 تیکه دیگه شهاب سنگ بزرگ است. و اگر بیرون کلبه بیاید میتونید این کلبه رو روی ژورنال جان یا آرتور ثبت کنید که روی نقشه بازی شما نشون داده میشه. من محمد تیمارس هستم. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم بذارید.